دانشگاه تهران غرب. بفرمایید خانم. در باز نمیشه. این در خراب، اگه میشه جلو بشین. ببخشید. سلام خانم. خوب هستید شما؟ مرسی. بعدم چه سریع‌تر به من دیرم شد. آن کلاس داری؟ بله. یه سوال میتونم بپرسم خانم؟ امکانش هست کلاس امروز رو بپیچونید؟ برای چی؟ خب شاید کسی توی زندگی چه سری اولویت‌های مهمتری از کلاس داشته باشه و نیاز بشه اون مثلا کلاس رو نره. مثلا من. چه اعتماد به نفسی هم داری؟ خوبه یا بده؟ افتضاح. جدی میفهمی؟ احساس میکنم مثلا اعصاب نداری. راه تو برو. خانم من تا مسیر برسونمتون، چون خیلی هم حوصله‌ام سر رفته، میتونم یه چند تا سوال ازتون بپرسم؟ کوتاه. خیلی کوتاه. میشه؟ بفهم. اگه میشه بفهمید سینگلی شما؟ به شما ربطی داره؟ نه ربطی نداره، ولی یه سوال جزئی پرسم، فقط واسه اطلاعات خودم خواستم بدونم. یه وقت مثلا همسرتون کسی نخوادش اینجا بهمون گیر بده بگه خانم من مثلا چرا سوار کردی، بدونم دیگه اینا حداقل. اگه تو حرفی نزنی یارو سینگلم. خیلی هم عالی. چقدر سینگل زیاد شده. خیلی زیاد شده ها. حولم زیاده. دیدی تو تازگی‌ها؟ همین 1-2 دقیقه پیش. ای بابا. خدا بهت رحم کردش که من اومدم پس. و نکته‌ای که هستش، سه سوال دوم چون گفتم چند تا سوال دارم. یه نکته‌ای که هستش، سوال بعدیم اینه که جسارتا شما چند سالته؟ آقا شما چی کار داری؟ خب باشه این اصلا جواب نده سوال. خانواده اصلا رو سنشون. اسمت چیه؟ نشیدم. چقدر پررویی. چی گفتم؟ یه سوال کردم، گفتم اسمت چیه؟ چقدر آروم میری؟ برای اینکه بیشتر ببینمت. نه خب شما اسمتو به من بگو، من بهت میگم دلیلش هر چیه کی سوار سوالا. میشه این کارا رو میکنی؟ نه خانم هر کی سوار میشه نه، ولی خب بهت میگم دلیلش چیه. شما اسمتو به من بگو. شیدا. اوی شیدا. دهنتو ببند. چی خانم چه طرز صحبت کردن با من؟ آره من اسمم سپره. شیدا و سپر خیلی به هم میاد. خیلی. بذار یه نکته بهت بگم، راستیتش من خانم یه خورده، یعنی اینقدر نمیشه اصلا گفت، اینقدر چیزم حولم. خیلی هوایی اینقدر. نه دیگه اونقدر نه، اینقدر. بعد دلمو داری میشکنی یا؟ زیاد شکسته دلت. میخواستم خانم اگه اجازه بدید به امر خدا و سنت پیغمبر من باهاتون وارد رابطه بشم و رل بزنیم. داری عصبانی میکنی یا فوش میدم بهت؟ چرا عصبانی میشی؟ الان این پایه نیستی؟ نه واقعا جدی؟ من خانم همیشه تو زندگیم جدیم، واقعا خوشم آمده ازت. صدا چیه خودت؟ یه سوال میتونم بپرسم؟ یه لحظه بزن من اینجا توی این سوال بزنم کنار، هنوز میرسونم بتونم. یه لحظه. این چشای خودته؟ نه عمله. نه میخواستم اینم لنز گذاشتی یا این؟ نه چشای خودم. جدی؟ آره. باید با من اوکی شی پس. برو بابا برو. من یه بچه چش رنگی میخوام. اسکولی؟ نه خانم چرا اسکولی؟ داری واقعا دلمو میشکنی، یعنی من دلم بشکنه بغض میکنم. یا ابوالفضل. ولی حالا از حق نگذریم، شما نشستی تو ماشین من فهمیدم که خوشت اومده. در عقبم قفل نبودش، خودت دقیقاً باز نکردی که بیا جلو بشینی با من اوکی بشی. برو بچه چه با همین قیافه؟ تو الان من خوشت اومده. با همین قیافه خوشت اومده؟ خیلی. خفش خوشت اومده. دهنتو ببندا. اوه خدا وکیلی اوکی نیستی ما هم وارد رابطه بشیم؟ نه. یه سوال بپرسم، ملاکت از این که بخوای با یه نفر وارد رابطه بشی چیه؟ یعنی مثلا این که تو نباشی. خب نه جدی دارم سوال میپرسم، چرا الان داری من تخریب میکنی؟ من دارم خیلی محترمانه تخریبت نمیکنم، دارم مگه نپرسی سوال نپرسی. خب من میخوام بدونم پسر باید چه جوری باشه که شما اوکی بشی، من بدونم حداقل واسه کیسای دیگه.
خب بالاخره طرف اومدی نباید خانم مسابقه کشی میکنی مخ میزنی؟ مسافر کشی مگه آره شما یعنی دارید الان به جامعه مسافر کشا احترام می‌کنید دل نداره مسابقه کشی اینه تو دیگه تشه. خب من حالا یه سوال دارم یعنی یه پسر وقتی یه دختر خوشش میاد نباید ابراز علاقه کنه بگه آقا من خوشم اومده اوکی هستی با هم اوکی شیم یا نه تا نشستم تو ماشین خوشت اومد که نشستی تو ماشین من یه انرژی واقعا خیلی خوبی ازت گرفتم راه رو داری درست میری؟ من اینجا رو بلد نیستم یعنی این چی؟ بگو خانم بهم بگو خب کجا برم نه حالا جدی اوکی نیستی نه اوکی نیستم. میشه با موهات بازی نکنی اونو بسپاری به من در آینده چی؟ هیچی اسکول به خودت خانم حس میکنم خیلی حولی خیلی مشتاقی که وارد رابطه بشی چون خودت هم سینگلی سگ بهت پا نمیده ولی من میتونم این داستانو واسط درست کنم اوکی باش دیگه ببین میشورمت میذارمت کنارا. چرا بذاری کنار قول میدم اگه با من اوکی بشی بذار عظمت خودت منو بشوری ولی کنار نذار ببین دختر خوب خیلی ها تو صف نوبتن من دارم بهت نونوایی و اینا دیگه اینا نگاه کن چقدر تو صف وایسادم ولی من دارم بهت میگم که آشنا دارم میتونم بفرستمت جلو خود دوست نداری دیگه خود داری نگفتی خانم چی بودش اسمش شیدا جون شیدا خانم با من اوکی هستی یا نه نه ببین یه دونه میزنم تو گوشت نفهمی چی درست صحبت کنم میگم یه حاجه ببرنه تا کی میاد منو ببره آدمش هم جون میکنم خدا وکیلی خیلی خطرناکیه خانم خیلی هم بی جنبه ای من دارم باهاش شوخی میکنم میخوام به این شکل مختو بزنم غلط میکنی شوخی کنی یعنی چی غلط میکنی شوخی کنی میام میبرن و اینا لاتیشو داری پر میکنی اصلا لاتین باره جدی